اینکه مثلا سنت داره میره بالا ازدواج نکردی ناراحتی؟ یا مثلا چون مجردی پارتنری نداری ناراحتی؟ دیوانه ای؟ یعنی تو فکر میکنی مثلا اگه ازدواج کنی یا مثلا یه پارتنری داشته باشی حالت خوب میشه دیگه؟ احساس خوشبختی و رضایت درونی میاد سراغه؟ هر حسی که الان داری بدتر میشه. یعنی یه چند هفته حالت خوبه، چند ماه حالت خوبه، بدتر میشه. هر حسی که الان داری بعد از اینکه ازدواج کنی 10 برابر میشه. بنابراین اگه الان احساس خوشبختی و کافی بودن میکنی ازدواجم بکنی 10 برابر همین حس داری. دیوانه ای؟ مثلا فکر میکنی اینا که الان ازدواج کردن دیگه خیلی حال دارن میکنن؟ برو ببین، برو ازشون بپرس. آقا دیوانگی هستن تو فکر کنی مثلا تو وارد یه رابطه بشی یا ازدواج میکنی حالم خوب میشه، زندگیم شروع میشه. خب برو ببین، برو از اینا که ازدواج کردن بپرس.